برای تقسیم بندی موها رو از خط لاین پروفایل تا نقطه آکسیپیتال به دو قسمت تقسیم می کنیم و سایت ها رو از پشت سر جدا می کنیم. قسمت نیپ رو از نقطه آکسیپیتال به صورت مورب افقی جدا می کنیم و شروع کوتاهیمون از این نقطه هست. یه سکشن عمودی از مرکز نیپ جدا می کنیم و در زاویه گریجویشن برش می زنیم. سکشن بعدی رو به صورت مورب عمودی جدا می کنیم و روی سکشن اول می کشیم و با زاویه انگشت مثلث گریجویشن پس از دیدن راهنمامون اونو برش می زنیم. برش ما به صورت اینکریز هست و هر چقدر به سمت بغل سر نزدیک میشیم قد موها بلندتر میشه. در سمت مقابل هم با استفاده از راهنمای مرکز با سکشن های مورب عمودی و ایجاد شکل در زاویه انگشت به صورت اینکریز موها رو برش میزنیم. لایه های بالاتر و موازی الگوی پایین به صورت مورب افقی جدا می کنیم و از مرکز پایین راهنما گرفته در امتداد شیبی که با زاویه انگشت ایجاد کردیم برش میزنیم. سکشن های بعدی طبق برش پایین به صورت مورب عمودی روی سکشن ما قبلشون کشیده شده و برش میخورن. این الگو رو در هر دو طرف سر و تا قسمت تاج سر ادامه میدیم. راهنما از وسط ایجاد شکل در زاویه انگشت و برش اینکریز. در قسمت ساید سر با سکشن های مورب عمودی موها رو روی آخرین سکشن پشت سر میکشیم و در زاویه انگشت به صورت استیبل کوتاه میکنیم. سمت مقابل هم همین الگو رو اجرا میکنیم و بعد از کوتاهی حتما خط خارجی رو مرتب میکنیم و پوینت کات انجام میدیم.